ببین یکم خودمونی تر و محاوره‌ای تر صحبت کن. باشه، بریم سراغ هالووین. تو این جشن همه لباسای عجیب و غریب میپوشن، خونه ها رو تزیین میکنن و کلی هم آب نبات و شکلات جمع میکنن. روزتون بخیر، هاجر هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. بچه‌ها من چت جی پی تی مو امروز آپگرید کردم به چت جی پی تی پلاس و میخوام برم باش کار بکنم، تستش بکنم ببینم چطوریه. و از اونجایی که خیلی نزدیک هستیم به شب هالووین میخوام ازش بخوام که در مورد این مراسم هم به زبان انگلیسی و هم به فارسی واسمون توضیح بده. و در حالی هم که به توضیحات گوش میکنیم من تصاویر همتن کورت پلس رو بهتون نشون میدم که ما دیروز رفته بودیم و یه دکوراسیون خیلی جالب از هالووین داشتن. همتن کورت پلس یکی از کاخهای خیلی معروف زمان در واقع خاندان تئودور هاست و هنری هشتم پادشاه خیلی معروف و جنجال برانگیز یکی از افراد معروفی هستش که زمانی توی این کاخ زندگی میکرده. خیلی خب، حالا بحث تاریخی این کاخو میذاریم کنار به خاطر اینکه من میتونم توی یک ویدیوی جداگانه واسهتون در مورد تاریخ این کاخ صحبت بکنم. اما بریم از چت جی پی تی بپرسیم که در مورد مراسم هالووین و در واقع تاریخچش چی میتونه به ما بگه. میشه در مورد مراسم هالووین واسمون یکم توضیح بدی؟ هالووین یک جشن سنتی در شب 31 اکتبر است که بیشتر در کشورهای غربی برگزار میشه. ببخشید میشه یه مقدار خودمونی تر و به زبان فارسی روزمره تر صحبت بکنی؟ حتما. هالووین یه جشنیه که توی شب 31 اکتبر برگزار میشه. بیشترم توی کشورهای غربی. مردم لباسای عجیب و غریب میپوشن، خونه هاشون رو تزیین میکنن و بچه ها هم برای جمع کردن شکلات و آب نبات در خونه ها رو میزنن. یه جورایی همون قاشق زنی خودمونه ولی ترسناکتر. خب حالا میشه بگی که اصلاً مال چه کشوری بوده مراسم هالووین؟ هالووین اصلش به جشن‌های سلتیک ها در ایرلند و اسکاتلند برمیگرده. اونا یه جشنی داشتن به اسم ساوین که پایان فصل برداشت محصول و آغاز زمستون رو جشن گرفتن. این جشن بعدها کم کم تغییر کرد و به هالووین امروزی تبدیل شد. خب حالا میشه همین چیزایی که گفتی رو به صورت خیلی خلاصه و مفید به انگلیسی بگی؟ Sure. Halloween originates from the Celtic festival called Samhain. ببین میشه لطفاً با لهجه بریتیش واسمون صحبت کنی؟ Of course. Halloween has its roots in the Celtic festival of Samhain, celebrated in Ireland and Scotland. It marked the end of the harvest and the beginning of winter. Over time, it evolved into the Halloween we know today. مردم لباسهای عجیب می‌پوشیدن و آتیش روشن می‌کردن تا ارواح شرور رو دور کنن. این رسوم به مرور زمان با جشن‌های مسیحی ترکیب شد و به هالووینی که امروزه می‌شناسیم تبدیل شد. خیلی ممنونم. میشه همینایی که گفتی رو به انگلیسی بگی؟ البته، حتما. هر زمان خواستید ادامه بدم فقط بگید. ادامه بده. Alright, so during the Samhain festival, people believed the boundary between the living and the dead would thin, allowing spirits to enter our world. To ward off evil spirits, و باور داشتن که مرز بین جهان زندگان و مردگان در این شب نازک میشه. مردم برای نازک یا نازک؟ بله، منظورم نازک بود. مرسی از تذکرتون. نازک. درسته. مرسی از یادآوری. در اون شب باور داشتن که مرز بین جهان زندگان و مردگان نازک میشه و ارواح میتونن به دنیای ما وارد بشن. برای دور کردن ارواح شرور مردم لباسهای عجیب میپوشیدن و آتیش روشن میکردن. یه لحظه صبر کن. In addition to trick-or-treating, it's common for people to carve pumpkins into jack-o'-lanterns, attend costume parties, visit haunted attractions, and watch horror films during the Halloween season. میتونی چند تا فیلم ترسناک پیشنهاد بدی که توی شب هالووین ببینیم؟ For a classic Halloween night, you might enjoy Halloween, directed by John Carpenter, The Exorcist for some supernatural chills, or The Conjuring for a modern scare. If you prefer a mix of horror and comedy, Shaun of the Dead
is a great choice. خیلی ممنونم، مرسی. خب به نظرم جالب بود، خیلی هوشمندتره. البته که هنوز یه سری اشتباهات تلفظی داره، مخصوصا تو زبان فارسی، ولی خب خیلی خیلی پیشرفته تره و اینکه من سعی میکنم توی ویدیوهای بعدی بیشتر باهاش مکالمه بکنم، چون که یه سری مکالمه هایی که من داشتم باش تمرین میکردم خیلی طبیعی جواب میداد و اینکه ازش وقتی میخواستم که با لهجه بریتیش خیلی محاوره‌ای تر صحبت بکنه دقیقاً تلاش میکرد که مثل مردم اینجا صحبت بکنه. حتما سعی میکنم که در ویدیوهای بعدی بیشتر بهتون نشون بدم که چه امکاناتی داره. امیدوارم که به زودی در ویدیوهای بعدی ببینمتون. Where are we going, Mummy? In 1533, Henry married the triumphant Anne Boleyn, and she was crowned queen. Hampton Court was rebuilt in her honour, but she had enemies. Many still regarded Catherine as the true queen. اگر دوست دارید که در مورد داستان ان بولین بیشتر بدونید، به نظرم فیلم The Other Bollinger فیلم قشنگیه. You here to this, the most haunted palace in this world or any world. I am your storyteller, and at this time of year, our world and the world of the spooks is very close together. It was a palace by a wide, snaking river that carried the boats, that carried the kings and the queens, and the name of the palace was? Other palaces are available, but this is the best. Hampton Court Palace. Preferred brothel, true enough. Water gracious foul, sours feeling dust. So you may have had a couple of boys who stood here and they wouldn't have just had one joint of meat. It would have been many, many pieces of meat throughout the whole day. And you would have also had, so there's another fireplace there, there's another one behind you, there's another one through there, and they would have all been lit at the same time. Incredibly hot. بریم.